أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ربنا أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر. آمين. وبعد بياري خداوند متعال در جلسه هشتم استیم از سلسله دروس تدریس مسائل اسماء و صفات. در جلسه قبلی اقوالی از علماء و ادله شرعی رو ذکر کردیم بر اثبات یک اصل اساسی دیگر در اعتقاد اهل سنت و جماعت در زمینه اسماء و صفات الهی. اون اصلا عبارت بود از نفی الحرکت والانتقال عن الله تعالی یا نفی قیام الحوادث بذات الله تعالی. در جلسه قبلی ادله رو ذکر کردیم، برخی اقوال رو ذکر کردیم. چند نکته از جلسه قبلی هست بایستی اصلاح بشه یا نکته جا مانده بود در جلسه قبل بیانش کنیم. در جلسه قبل از امام قتاده تابعی بزرگوار ما آمدیم قول نقل کنیم. اشتباها در جزوی که جلو دست من از من همان قول حسن بصری رو قرار داده بودم اونجا. قول قتاده در تفسیر تبری به رقم 13463 با سند صحیح حدثنا، همون سند روایت حسن بصری، حدثنا بشر ابن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة. بعد قتادة میگه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين علم أن ربه دائم لا يزول. سندش هم صحيح است. يعني از قتادة از حسن بصری. اون دو روایت هم که از ابن ابي حاتم ذکر کردم با همین روایت میشن، اگه حتی سندشون ضعیف باشه میشه صحیح لغیری. قبل از اینکه بریم رو قول عالم بعدی که در این جلسه میخواهیم از ایشان و بقیه ذکر کنیم که امام احمد بن حنبل است، دیشب یک حدیثی رو از پیامبر اکرم علیه السلام دیدم که حدیث اثبات کننده این مسئله است که ما برش بحث میکنیم. در معجم اوسط طبرانی حدیثی وارد شده به رقم 9448 میفرماید حدثنا یعقوب بن اسحاق بن الزبیر، جلو دست شما نیست. قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأزرمي قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته. پیامبر اکرم علیه السلام از کنار یک اعرابی بیابانی رد شد. دعای خیلی 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 مهمی در این هست، اگه کسی حفظش کند برای خودش خیلی مفید است. اعرابی رو دید که دعا میکند در نمازش و هو یقول یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاعرابی رجلا. یک اعرابی رو دید در نماز یا دعا این دعا رو خواند. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود این اعرابی هر موقع نماز خواند بعد از نمازش صداش بزنید برای من. صداش زدند. فلما صلى اتاه وقد كان اهدي لرسول الله صلی الله علیه و سلم ذهب من بعض المعادن. صداش دادن آمد خدمت پیامبر علیه السلام، برخی طلا از معدنی آورده بودن نزد پیامبر علیه السلام. فلما اتاه الاعرابی وهب له الذهب. وقتی آمد نزد پیامبر علیه السلام، پیامبر خدا علیه السلام گفت این هدیه برای شما طلا. قال ممن انت یا اعرابی، تو اهل کجا هستی؟ قال من بنی عامر بن صعصع. از کدام قبیله؟ یا رسول الله از قبیله بنی عامر. قال هل تدری لما وهبت لك الذهب؟ فرمود میدونی چرا طلا رو به تو بخشیدم؟ قال للرحم بیننا و بینک یا رسول الله. فرمود حتما یا رسول الله به خاطر رحم و فامیلی و اینا بوده یا رسول الله. فقال ان للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على الله عز وجل. من این طلا رو به تو دادم چون خیلی زیبا ثنا بر پروردگار کردی.
این روایت شاهدی که برای ما هست کجاست؟ اونجا که میفرماید چه ولا تغیره الحوادث، خدا تغییر درش حاصل نمیشود، حوادث به ذات الله قائم نیستن. این روایت در معجم طبرانی آمده، هیثمی در مجمع الزوائد جلد دهم صفحه 158 میفرماید رواه الطبرانی في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد ابي عبد الرحمن الازرمي وهو ثقة. يعني ظاهرا هيثمي در مجمع الزوائد تصحيحش کرده. وكمال الدين الدميري الشافعي متوفاه 808 هجري در كتابش حياة الحيوان جلد 2 صفحه 130 میگه وهذا الدعاء روى الطبراني بإسناد صحيح قطعة منه عن أنس. اما شيخ الباني در سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 4613 میگه این حدیث ضعیف است. علتش چه هست؟ میفرماید هشیم که در روایت است شخصی ثقه است اما مدلس است و اینجا عنعنه کرده. حدثنا هشیم عن حمید. گفته خب عنعنه هشیم علت است، بعد میگه یه علت دیگرم براش دارم که بگم سندش ضعیف است. شیخ طبرانی که یعقوب بن اسحاق بن زبیر هست میگه گویا ایشان مجهول هست، دربارش جرح و تعدیلی وارد نشده و حتی خود هیثمی در جای دیگری از مجمع الزوائد روایت دیگری رو که از طریق همین شیخ وارد شده گفته من رواه الطبراني عن شيخه يعقوب بن اسحاق بن الزبير الحلبي ولم اعرفه. یعنی خود هیثمی هم در جای دیگری گفته من این شیخ رو نمیشناسم. بعد البانی نقل میکنه که غماری از محدثین مغرب رحمهم الله ایشان این حدیث رو سندش رو جید دانسته. نهایتا این حدیث سندش شاید مشکل داشته باشه ولی این حدیث میشه دلیلی باشد برای موضوعی که موضوع ما هست که ارز کنم اصلا یقین در این است که لا تغیره الحوادث، خدا اون چیزی تغییرش نمیداد. عالم بعدی که به قولش میرسیم امام احمد بن حنبل متولد 164 هجری متوفی 241 هجری رحمه الله تعالی. عقیده امام احمد در این زمینه چه بوده است؟ احمد بن حمدان بن شبیب حنبلی متولد 695 هجری در کتابش نهایت المبتدئین فی اصول الدین صفحه 30 از امام احمد نقل میکند، میفرماید قال التمیمی فی اعتقاد احمد في حديث النزول لا يجوز عليه الانتقال ولا الحلول في الأمكنة. يعني التمیمی که کتابی نوشته متوفی 410 است در اعتقاد امام احمد گفته امام احمد درباره حدیث نزول فرموده چه انتقال و حرکت و حلول در امکنه برای خدا مستحیل است. وقال فيه البناء في اعتقاد احمد، بناء که هست ابو علي الحسن بن احمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي متولد 396 الى 471 هجری که از شیوخ بارز حنابله. ایشان هم در کتاب اعتقاد احمد گفته ولا يقال بحركة ولا انتقال، نباستی گفته بشه حرکت و انتقال. وقال ابو يعلى يعني حنبلي وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول الى السماء الدنيا والعلو لا على جهة الانتقال والحركة. ابو يعلى حنبلی هم گفته خداوند متعال که دربارش آمده نزول و اینا و جاء ربک اینا على جهة الانتقال والحركة نیست، كما جازت رؤيته لا في جهة، همونطور که خدای متعال رو میبینیم و رؤیت الله جهت خاصی ندارد. وتجلى للجبل لا على وجه الحركة والانتقال، رب العالمین برای جبل کوه تور متجلی شد نه به این صورتی که حرکت و انتقال داشته باشد. وقال ابن حامد، الان دقت کنید این علماء از امام احمد نقل کردن که امام احمد فرموده چه خدا حرکت و انتقال نداره، اما برخی از شیوخ حنابله که متاسفانه در عقیده تجسیم افتاده اند، این رو من نمیگم، خود شیوخ حنابله بهشون میگن. مثلا الان ابن الجوزی بغدادی حنبلی متوفی 597 هجری کتابی نوشته دفع شبه التشبیه باکف التنزیه، رد هست بر برخی از علمای حنابله که میگه اینا آمدن مذهب احمد بن حنبل رو شنیع کردن، چیزی بهش نسبت دادن که احمد نگفت. یکی از اون اشخاص شیخ ابو عبدالله الحسن بن حامد شیخ الحنابله متوفی 403 هجری است که ایشان بر طبق فرمایش ابن الجوزی و غیره و غیره و غیره ایشان در نوع عقاید تجسیم افتاده است. چرا؟ ایشان علی ابن حمدان نقل میکنه وقال ابن حامد
هو على عرشه بذاته مماس له. فعلا این یک جا العیاذ بالله که میگه خدا بر عرش هست، یعنی چی مماس له؟ یعنی دیگه مکانش شده عرش، بر عرش استقرار و اصطلاحا جلوس. العیاذ بالله. ينزل من مكانه الذي فيه وينتقل. مکان برای خدا قرار داد که ما خواندیم اجماع بر این بود که خدا مکان ندار. میگه الله از مکانی که در اونجا مستقر شده که من عرش از ینزل و ینتقل، منتقل میشه. ابن حمدان میگه ورده ابن عقیل و غیره و خطئوه فيه و ذموه و اصابوا في ذلك دونه. ابن عقیل حنبلی و غیر ابن عقیل حنبلی مثل ابن الجوزی و غیره رد برش دادن، مذمتش کردن، گفته این سخن چه است؟ این تجسیم است و ایشان حق گفته اند، ابن حامد خطا کرده است. واضح؟ به امام احمد ابن حنبل نسبت داده شده که ایشان معتقد بوده است الله متعال حرکت میکند. در پاورقی نوشتم این نسبت به امام احمد ثابت نیست. در انتهای این دروس همونطور که جلسه قبلی عرض کردم، در انتهای این دروس بعد از اینکه اقوال رو همه نقل کردیم میرسیم به اقوال کسانی که الان نسبت بهشون داده شده، مناقشش میکنیم. اصلا این الان بدانید از امام احمد ابن حنبل ثابت نیست اعتقاد حرکت و انتقال نسبت به الله متعال. امام بیهقی ازش نقل میکند، قال البیهقی که متوفی 458 است. میخوانم پاورقی رو همه رو میخوانم، عجله نکنید. در کتاب مناقب احمد که مخطوط هست این کتاب آمده امام بیهقی میفرماید انبأنا الحاکم قال حدثنا ابو عمرو السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال سمعت عمي ابا عبد الله يعني امام احمد يقول احتجوا علي يومئذ فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت لهم إنما هو الثواب. قال تعالى وجاء ربك إنما تأتي قدرته وإنما القرآن أمثال ومواعظ. إن رواية بعد إمام بيهقي فرمايت هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. إسناد صحيح است، غباری برش نیست. اول معناشو میکنم بعدن ادامه کلام بیهقی رو. میگه حنبلی بن اسحاق که برادر زاده امام احمد است و یکی از راویان فقه و روایات امام احمد است، میگه امام احمد فرمود اون زمانی که من با معتزله بر مسئله خلق قرآن مناظره میکردم در حضور حاکم یا به حال در زندان اونها، آمدن دلیلی رو برای من آوردن تا بگویند قرآن مخلوق است. خیلی مهم است این مسئله الان اینجا ذکر میکنی، یعنی به فضل الله موضوع خیلی خیلی واضح است. میگه به هم گفتند مگه در حدیث پیامبر نیامده که تجیء سوره البقره و آل عمران كأنهما غمامتانی، سوره بقره و آل عمران میان مثل دو دانه ابر صاحبشون رو میپوشانند، یا سوره تبارک میآید. خب نقل و انتقال و حرکت صفات مخلوق است. یعنی معتزله میگفتن چی؟ نقل و انتقال و حرکت صفات مخلوق است. اگر این سخن که معتزله گفته و همه علما بعدن میگن قبلا و بعدنش هم گفتن، اگر غلط بود امام احمد میگفت چه؟ کی گفته نقل و حرکت و انتقال صفات مخلوق است و برای خدا و صفات خدا نمیشه؟ امام احمد هم این رو پذیرفت، روایت رو چکار کرد؟ تأویل فرمود فقلت لهم انما هو الثواب. نه، خود آیه قرآن نمیاد، آیت قرآن یا قرآن صفت خداست، ثوابش که عمل انسان است به شکلی در میاد و میاد. یعنی امام احمد هم اینجا چه فرمود؟ حرکت و انتقال برای الله متعال نیست. در ادامه فرمود وقال تعالی وجاء ربك، یعنی انما تأتي قدرته. نفرمود خدا خودش میاد به معنای نقل و انتقال. و انما القرآن امثال و مواعظ. كلام امام بهقي رو بخانم بعد پاورقی رو میخوانم. امام بهقي میفرماید وفيه دليل على انه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان الى مكان. این دلیل از بر این که امام احمد بن حنبل معتقد نبوده درباره اون نزول یا اون مجیئی که در آیت و حدیث وارد شده به معنای انتقال و حرکت باشد كمجيء ذوات الاجسام و الى آخر، انما هو عبارة عن ظهور آيات قدرته. اینها عبارت از چه؟ ظهور آیات قدرت پروردگار. وهذا الجواب الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. این روایت رو
امام ابن كثير مختصرا در كتاب البداية والنهاية جلد 14 صفحه 385 تا 86 آورده از طریق بیهقی. در پاورقی صفحه قبلی که جلد دست شما هست، امام ابن تیمیه هم این روایت رو با سند دیگری آورده در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد 6 صفحه 178 تا 179 میگه روى الخلال في كتاب السنة أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم أن أبا عبد الله قال رواية رو میارد. یعنی اینجا با یک سند دیگری، سند امام بیهقی که صحیح اینجا با یک سند دیگر. حالا این جمله امام احمد گفتم معناشو چه ذکر کردم خدمت شما، پاورقی که نوشتم همون از با عربی نوشتم، همون چیزی که عرض کردم. روایت پیامبرم این از علیه الصلاة والسلام، دقت کنید. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن بخوانید چون قرآن در روز قیامت میآید و شفاعت میکند. حالا میآید أي معناه إن القرآن جسمي ميشود منتقل. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة إلى آخره. إن رواية كدر كتب مسلم صحيح مسلم وغيره وارد شده الصحيح هست. اینه که امام احمد چکار کرد؟ فرمود تأویلش کرد. البته حنابله که یکیشون امام ابن تیمیه باشد میگن امام ابن تیمیه امام ابن القیم میان کاری میکنن بر این روایت چکار کنن ایراد بگیرن، چون ابن القیم و ابن تیمیه، حالا ابن تیمیه رحمه الله برچه هست حلول الحوادث بذات الله یا قیام الحوادث بذات الله، و صراحة نفی حرکت و اینا رو نمیکنن، اصلا رد کسانی رو میده که نفی حرکت و انتقال رو میکنن، میگه این کلام فلاسفه و متکلمین است، در حالی که انشاءالله در این دروس برای ما واضح میشه کلام اهل سنت و جماعت است. میان بر این روایت چیکار میکنن؟ ایراد میگن آقا حنبل تفرداتی داشته، این روایت حنبل چه هست؟ زیاد حالا نمیشه در این مورد، در حالی که خودشون در موارد دیگری که مطابق اعتقاد خودشون است به روایت حنبل استناد میکنن. و جالب این است که خود امام ابن تیمیه و خود امام ابن القیم و غیره این روایتی که الان میاد رو بر همون معنا میکنن که امام احمد معنا کرده. خود چرا الان این احدی این روایت رو شما نفی میکنید؟ یعنی خودشون میگن که بقره و آل عمران که میان مراد عملش هست که میاد، خودش نمیاد. خودی که چه چیزی هست در این روایت که شما دارید چیکارش میکنید؟ انکارش میکنید. اصلا کدام یک از علماء اهل سنت آمدن این رو اینطور فهم کردن که یعنی خودش میاد؟ و این هم دلیلی بر این که چی؟ تأویل در جایی که لازم باشد عقیده سلف و سنت است. و ابن الجوزی بغدادی هم در کتاب دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه صفحه 141 میگه قال القاضي ابو يعلى عن أحمد بن حنبل إنه قال في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قال المراد به قدرته أمره. ابو يعلى حنبلی میگه امام احمد فرموده درباره آیه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله مراد قدرت و امر خداست میاد. وقال وقد بينه يعني امام احمد فرموده وقد بينه قوله تعالى أو يأتي أمر ربك ومثل هذا في القرآن وجاء ربك قال إنما هو قدرته. بعد ابن الجوزی میگه چه؟ قال ابن حامد، گفتم ابن حامد کی بود؟ عقیده تجسیم. قال ابن حامد هذا خطأ انما ينزل بذاته بانتقال العياذ بالله. ابن حامد گفته از این خطاست، خدا خودش میاد منتقل میشه. قال ابن الجوزی قلت وهذا الكلام في ذاته تعالى بمقتضى الحس كما يتكلم في الاجسام. این کلامی که ابن حامد گفته مقتضای حسی خودش در شناخت اجسام و حالی شده است، چیزی که برای خدا است. اجسام منتقل میشن، اینم برای خدا قرارش داده. این از اعتقاد امام احمد عرض کردم، نسبت بهش داده شده در برخی رسائلی که از سلف و بعدن آمده که امام احمد گفته خدا علیه بالله حرکت و انتقال دارد. انشاءالله موقع خودش میاریم اقوال رو مناقشه میکنیم. یکی دیگر از ائمه، البته کلامی هم هست اینجا ذکرش کنم. قال الحافظ ابو حفص ابن شاهین متولد 297 هجری، پاورقی صفحه هفتی که جلوی شماست، متوفای 385 هجری و هو من اقران الحافظ الدارقطنی، از همتاهای کسانی مثل دارقطنی است، عالم بزرگی بوده. میگه رجلانی صالحانی بلیا باصحاب سوء، اون سوء هست، دو فرد صالح از تاریخ امت هستند که
افراد سوئی مبتلا به افراد سوئی شدن، یعنی اصحابی داشتند که متاسفانه عقاید ایشان رو چکار کردن؟ طور دیگر نقل کردند. جعفر بن محمد و احمد بن حنبل، امام جعفر صادق و امام احمد بن حنبل. این رو ابن عساکر با سند صحیح در کتاب تبیین کذب المفتری آورده. عالم بعدی که ازش نقل میکنیم امام ابن قتیبه دینوری است رحمت الله تعالی علیه، متولد 213 هجری، متوفی 276 هجری. ایشان در کتاب دو کتاب، یکی تأویل مشکل القرآن صفحه 203، دیگری کتاب تأویل مختلف الحدیث صفحه 247 تا 251. ایشانم میفرماد خداوند متعال انتقال و حرکت براش نیست. در کتاب تأویل مشکل القرآن همون آیه که ما در جلسه قبل بحث کردیم و گفتیم علمای اسلام بلا استثناء قبل از ابن تیمیه بهش استناد کردند و با این آیه گفتند حرکت و انتقال و تغییر و تحول و اینها برای خداوند متعال جایز نیست. الان ابن قتیبه به همون آیه استناد میکنه، میفرماد فلما افلا اراهم النقص الداخل على النجم بالافول لانه ليس ينبغي لاله ان يزول ولا ان يغيب. میگه چون اله و معبود الرب نباید یزوله، حرکت و انتقال دا گفتیم در جلسه قبل کامل توضیح دادیم معنای یزوله، نبایستی حرکت و انتقال داشته باشه و نبایستی غایب شود، به معنای یعنی از حالی به حالی برود. اگه معنای غیب ندیدن باشه خداوند متعال رو ما عملا نمیبینیم، ولی مراد چه بود در اینجا؟ از حال وضعی به حال وضعی رفتن و تغییر و تحول در ایجاد شدن. فقال لا احب الآفلین. این در کتاب تأویل مشکل القرآن صفحه 203. در کتاب تأویل مختلف الحدیث صفحه 241 تا 251. در این کتاب تأویل مختلف الحدیث تقریبا اولین کتابی است که درباره احادیثی که ظاهرشون نوع اشکال درش هست نوشته شده و خواسته این اشکالات رو برطرف کنه، یعنی کسانی که آمده اند اینا رو کردن بهانه برای طعنه زدن به سنت پیامبر علیه الصلاة والسلام. در این جایی که دیگر از احادیثی که اونا آورده اند و ایراد گرفتن میگه قالوا حدیث فی التشبیه، حدیثی وارد شده که تشبیه درش هست، یکذبه القرآن والاجماع. دقت کن، هم قرآن هم اجماع تکذیبش میکند. الا این سخن کیا هست؟ سخن مخالفین اهل سنت. ولی جالبین است که ابن قتیبه آمده گفته حدیث صحیح است، تکذیب نمی شود، ولی چه؟ ولی ایراد نگرفته به این که ایرادی که اونها گرفته اند رو رد کنه. گفته نه، اون نزول رو شما اشتباه حالی شدید، نزول به معنی انتقال نیست. دقت میکنی؟ میگه چه؟ قالوا رویتم ان الله تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، حدیث رو میاره. بعد میگه والنزول قلنا لا نحتم على النزول منه بشيء. ما که این حدیث رو درباره خدا نازل، درباره خدا متعال فرموده شده معنای قطعی برای این نزول نمی کنیم، ولكن نبین کیف النزول منا، ولی ما خودمون میدانیم و برای ما واضح است نزول مای بشر چطور است، ولی برای خدا نه. وما تحتمله اللغة في هذا من هذا اللفظ والله اعلم بما اراده. ما نزول برای ما که انسان استیم رو میفهمیم، معنای لغویش هم میفهمیم، ولی خدا خود میداند که مرادش چه است برای خودش. بعد میگه والنزول منا يكون بمعنيين، نزول از جانب مای بشر با دو معنی از، دو صورت از. احدهما الانتقال عن مكان الى مكان كنزولك من الجبل الى الحضيض ومن السطح الى الدار. السقف بیای پایین، از کوه بیای دشت. والمعنى الآخر إقبالك على الشيء بالإرادة والنية. قصد شيء رو بکنی، نیت شيء رو بکنی، در قلبت، على اصطلاح قلب برای ما اراده کاری رو بکنی، بینم میگن چه؟ نزول. وكذلك الهبوط والارتقاء والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام، ومثال ذلك أن يسألك سائل عن محل قوم من الأعراب وهو لا يريد المصير إليهم، فتقول له إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يمينا. میگه یک نفر مثلا آدرسی از تو میخواد، تو میگه چی؟ رسیدی به اون کوه، سمت چپشو میری، به اون میرسی. یعنی در ذهن خودت این رو در نظر بگیر، یعنی خوالا مرادش این نیست که برو اون کارو بکن. نهایتا جملهش طولانی از، من اونجایی که شاهد محض میگه چی؟ وليس يراد في شيء من هذا
انتقال الجسم. خلاصة این احادیث و این چیزایی که برای خداوند متعال ذکر شده از مراد انتقال و حرکت نیست، و انما يراد به القصد الى الشيء بالاراده والعزم والنيه. مراد قصد کردن چیزی با اراده و عزم و نیت. وكذلك قوله تعالى من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. میگه اینم همینطور است. اینم به معنی حرکت و انتقال نیست، برخلاف علیاذ بالله دیدگاهی که الان به نام سلفیت مطرح است در زمان معاصر ما، میگه علیاذ بالله برای خداوند متعال هروله قرار میدیم، هیچ که حرکت و انتقال قرار میدن، هروله هم قرار میدن علیاذ بالله. هروله یعنی چه؟ تون را رفتن. مراجعه کنید به فتاوى شيخ ابن باز رحمه الله، میگه هروله على حقيقته كما يليق بذات الله تعالى بلا كيف. سبحان الله. و حرکت اصلا نیست، انتقال اصلا نیست، الان دویدن علیاذ بالله. به هر حال در حالی که هیچ یک از علمای سلف حتی تا برسد به امام ابن تیمیه، حتی ابن تیمیه رحمه الله این حدیث رو اینگونه فهم نکردند، برخلاف دیدگاه سلفیت معاصر. حتی ابن تیمیه این حدیث رو از باب صفات نمیداند هرولته. این مراد چه است؟ امام ترمذی، اسحاق ابن راهوی، خطابی، غیره همشون میگن مراد چه است؟ اجابت سریع دعا و اجابت سریع عطا و اینها از جانب پروردگار متعال. اینم از کلام امام ابن قتیبه. امام ابن جریر طبری نگاه میکنیم که همشون علمای که هستن اهل سنت. متاسفانه کاری شده بعدن الان در زمان ما وقتی این چیزها مطرح میشد اینا کلام فلاسفه است، اینا کلام متکلمین است. نه، این از آیه و حدیث و کلام سلف ما و ائمه اهل سنت اینا رو فرمودن. امام ابن جریر طبری مفسر کبیر اهل سنت، مورد اتفاق جميع اهل سنت، متولد 224 هجری، متوفی 310 هجری. اولا در تاریخ طبری خواندیم در جلسات قبلی جلد 1 صفحه 25 فرموده بود وكان ما لا يخلو من الحدث لا شك انه محدث. این جمله دست شما نیست، این جمله کوتاه. كان ما لا يخلو من الحدث لا شك انه محدث. چیزی که حدث به ذاتش قائم بشه، قیام حوادث به ذاتش باشد، بیشک محدث است. یکی از احداث چه است؟ حرکت و انتقال و جنب و جوش. یعنی امام طبری فعلا در تاریخش یک سره کرده که انتقال و حرکت و اینها به اون معنایی که الان ما میشناسیم برای خدا متعال نیست. صراحتا هم در تفسیرش و در کتاب دیگر این بازم فرموده. در تفسیر طبری جلد 1 صفحه 222 درباره استوا علی العرش میفرماید بحث معانی استوا رو میارد که معنی دارد به این معنا، به این معنا، به این معنا، به این معنا. میگه من ترجیح میدم به معنای ارتفع و علاس. بعد میگه چی؟ اگه کسی گیر داد، حالا جملهش دقیق آدم نیست، کسی گیر بده بگه آقا ارتفاع و علا به معنای حرکت و انتقال، میگم نه. فقل علا علیها علو ملک و سلطان لا علو انتقال و زوال. بگو آقا بگو علا علیها علو ملک و سلطان لا علو انتقال و زوال. زوال رو خواندیم دیگه، زوال یعنی حرکت. یعنی الان اینجا امام طبری میگه چی؟ علا علی العرش، ارتفاع علی العرش الى آخر هر چی اون معانی که آمده به معنای انتقال و حرکت نبوده. الان یکی میاد از مجاهد نقل میکنه استوا علی العرش یعنی ارتفع. چی در ذهنش میفته؟ ارتفع علیاذ بالله ولله تعالی المثل الاعلى. خداوند متعال ما رو عفو بفرما. کسی از جایی بالا میرد به جایی، در حالی که چه؟ علو ملک و سلطان لا علو انتقال و زوال. این در تفسیر طبری. در کتاب دیگرش التبصیر بمعالم الدین صفحه 144 تا صفحه 146 بحث الصفات خداوند متعال میکند. فقد قال جل ثناؤه وجاء ربك والملك صفا صفا. خداوند متعال فرموده وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز عليه المجيء؟ قال سؤال است، آیا مجیء آمدن برای خدا جایز است؟ فإن قال، یعنی این داره مناقشه میکنه با مخالفین عقیده اهل سنت، مثلا جهمی ها. فإن قال، یعنی اگه اون جهمی گفت لا يجوز ذلك عليه، برای خدا مجیء و آمدن جایز نیست. و انما معنى هذا القول وجاء امر ربك، منظورش جاء امر ربك هست، یعنی تأویل کرد. قیل، بهش گفته میشود قد اخبرنا تبارك وتعالى انه يجيء هو والملك.
میگیم خدا خودش فرموده جاء ربك والملك فزعمت انه يجيء امره لا هو هلا تو گمان کردی امر خدا میاد نه خود خدا فكذلك تقول ان الملك لا يجيء حالا برای ملک هم میگی لا يجيء برای اون هم میگی لا يجيء امره انما يجيء امر الملك لا الملك بس اینم بگی دیگه تو وقتی میگی جاء ربك والملك میگی جاء امر ربك وجاء الملك چرا اینطورش کردی خب بگو جاء امر الملك كما كان معنى مجيء الرب تبارك وتعالى مجيء امره يا مجيء امره مجيء امره همونطور که علا آوردی گفتی معنای مجيء برای پروردگار مجيء امرش هست خب برای ملک هم بکن مجيء امر فإن قال اگه جواب داد گفت لا اقول ذلك في الملك نه برای ملک میگم چی خود ملائکه میاد ولكني اقول في الرب برای پروردگار میگم جاء امره قيل له جواب این از ویش گفته میشود فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد خب خبر برای مجيء ملك و مجيء الله ای خبر است تو چرا برای الله کردی جاء ربك جاء امر ربك برای مجيء ملك گفتی چی جاء نفس الملك فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره لا هو فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك وفرق بين تو فرق كسي على كسي بياد بقى أنا من ميقام مجيء أمر ملك هست مخالفة بين تو إنه ميجي يكي ديجي بقى من ميقام مجيء أمر ملك هست شرا تو مخالفة ميكوني شرا ميجي مجيء ملك فقال بل الرب هو الذي يجيء فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه يعني كسي بياد بتو بقنا من ميقام أصلا برعكسش هست ميقام خدا خودش مياد ملائكة كأمرج مياد كسي بياد إن رو بقى تو چه جوابي داري براش واضح هست تا اینجا شاهد ما اینست فإن زعم أن الفرق بينه وبينه أجي آمد قفنا تفاوت بين إن دوتا اینست أن الملك خلق لله جائز عليه الزوال والانتقال وليس ذلك على الله جائزا دقت کن اگه آمد و گفت چه گفت ملائکه یکی از مخلوقات است مخلوق هم جائز است حرکت و زوال و انتقال و تحرک داشته باشه ولی الله متعال جائز نیست تبری نیامد بگه کی گفته برای الله جائز نیست تو اصلا به چه دلیلی برای خدا نفی حرکت میکنی خدا میتونه حرکت کنه خدا میتونه انتقال پیدا کنه تبری بر این بخش اقرار کرد ولی چه جوابی داد قیل له وما برهانك على ان معنى المجيء والهبوط والنزول هو النقلة والزوال ايش گفته میشه اصلا تو از چه دلیلی میدانی که این نزولی که اینجا وارد شده این مجیئی که وارد شده حرکت و زوال و انتقال است یعنی چه یعنی امام تبری هم مثل همون مخالفش میگه چی خداوند حرکت و زوال و انتقال ندارد ولی من ظاهرشو میگم جاء ربك حالا معناش چیست خداوند خودش میداند واضح این طریقه که بوده غالب سلف گفتن میگیم جاء ربك 100% به معنای حرکت و انتقال و زوال نیست چه هست تفسیرش نمیکنیم این امام تبری ولا سيما دقت کن ولا سيما على قول من يزعم منكم ان الله تقدست اسماؤه لا يخلو منه مكان میگه حتی بالاخص شمایی که میگویید خدا در همه مکانها هست چرا علامه اینو این کی گفته اصلا خدا حرکت و انتقال میکنه توی که میگی خدا در همه مکانها هست وقتی در همه مکانها باشه نیازی به حرکت و انتقال اصلا نداره اول آمد چه گفت اصلا حرکت و انتقال ندارد حالا بر اساس عقیده غلط اون طرف میاد میگه چه تو که میگی اصلا خدا یا بعضی از شما میگن خدا در همه جا هست در همه جا هست حرکت و انتقال اصلا بازم نیاز نیست دیگه وكيف لم يجوز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع خود چرا در نظر شما جایز نیست که مجیء و هبوط و نزول و اینها برای خداوند قدیم غیر از حرکت و انتقال و اینها باشد یعنی اینجا امام تبری رحمه الله تعالی در سه کتابش عقیده ثابته اهل سنت که میگن خداوند متعال حرکت و انتقال و قیام حوادث بذات الله نیست رو بیان کرده برخلاف دیدگاه کسانی که در متأخر میان میگن چی اینا عقیده فلاسفه است اینا عقیده متکلمین است اینم از امام تبری
امام بعدی که ازش نقل میکنیم امام ابراهیم ابن السریه سلاما دقیق اسمشو تلفظش نمیدانم، ابن سهل ابو اسحاق الزجاج، یکی از ائمه کبار لغت، متولد 241 هجری متوفای 311 هجری، در کتابش معانی القرآن جلد دوم صفحه 266 دوباره اون آیه شریفه که بحثش کردیم، قال لا احب الآفلين ای لا احب من كانت حالته ان يطلع ويسير على هيئة ويتبين معها انه محدث منتقل من مكان الى مكان. این از ائمه بزرگ سلف است. لا احب الآفلين مراد ابراهیم خلیل چی بود؟ یعنی من کسی رو چیزی رو که از حالتی به حالت دیگری تغییر می کند و با این تغییر برایم واضح می شود که محدث و مخلوق است و از مکانی به مکانی منتقل می شود رو به رب و اله نمی دانم. واضح؟ اینم از عقیده یکی دیگه از ائمه اهل سنت. امام ابو بکر بن المنذر الشافعی كما قال ابن تيمية اعلم الناس و اعرفهم بأقوال السلف. دقت کن در این کلام ابن المنذر امام بزرگ السلف متولد 242 هجری متوفای 319 در تفسیرش جلد اول صفحه 110 تا 111. من یک نکته رو در جلسه قبلی خوب یعنی بر نکته اساسی ترکیز نکردم، در این جلسه تکرارش میکنم. در کلام امام اسحاق ابن محمد ابن اسحاق شماره 4 جلد دست شما نقل کردیم که محمد ابن اسحاق صفحه 4 است. محمد ابن اسحاق آمد برای اینکه الوهیت و ربوبیت رو از عیسی مسیح نفی کند به چه چیزی استناد کرده؟ میگه چی؟ میگه الحي القيوم القائم على مكانته الذي لا يزول وعيسى لحم ودم وقد قضى عليه بالموت زال عن مكانه الذي هلا يحدث وزي يحدث به. حي القيوم تغيير حركته انتقال ندر ولی عیسی چکار کرد؟ زال حركته انتقال برجامت، پس عیسی اله و رب نیست. محمد ابن اسحاق سند الصحيح در تفسیر ابن ابي حاتم متولد 80 محمد ابن اسحاق متوفای 151. الان همین جمله رو امام کبیر از ائمه سلف امام ابن المنذر میآورد. یعنی چی؟ منظورم همین استدلال به همین شیوه. در تفسیرش در اونجایی که سوره آل عمران رو بحث میکند، واضح سوره آل عمران شأن نزولش چه بوده؟ بخش اولش وفدی از نصرانی ها آمده ان نزد پیامبر علیه الصلاة والسلام با رسول الله علیه الصلاة والسلام در زمینه الوهیت عیسی مسیح مناظره کردند. به همین سبب آیات که نازل می شود الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، بعد میاد چی؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. از ابتداء براعة الاستهلال يصوركم في الارحام، هر کسی در رحم باشد در رحم به دنیا آمده باشد چه از مخلوق است، خدا نیست، اله نیست. عیسی هم در رحم زنی به دنیا آمده. بعد آیات میاد نازل میشه. ابو بکر بن المنذر در ابتداء این سوره میفرماید فکلم رسول الله صلی الله علیه و سلم منهم ابو حارثة ابن علقمه والعاقب وعبد المسيح والأيهم، اسم چند نفر رو میاره که اینا با پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحبت کرده. یقولون هو الله، میگفتن که عیسی که هست خدا، و یقولون هو ولد الله و یقولون هو ثالث ثلاثه. دستهش گفتن خداست، دسته میگن اصلا پسر خداست که همون ربوبیت و الوهیت، دسته میگن نه یکی از خداست. وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قولهم يقولون هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا. میامدن میگفتن چه؟ مگر عیسی مرده زنده نکرد؟ مگر عیسی مریض رو شفا نمیداد؟ مگر عیسی از خاک کبوتر نمیساخت و نفخ درج نمیکرد نمیشد مخلوقی زنده؟ اینو در سوره آل عمران خداوند متعال چیز میآورد، ولی قبلا ذکر میکنند عیسی مخلوق خداست، مثله کمثل آدم. اینا باذن الله بوده، اینا معجزه بوده. خب بعد میگه چی؟ میفرماد وذلك كله باذن الله ليجعله آية للناس ويحتجون في قولهم بأنه ولد أنهم يقولون لم يكن له أب يعلم.
یکی دیگه از دلیلاشون این بوده گفتن خب پدری نداشته، بچه بی پدر به دنیا نمیاد. خدا تعالی در سوره دوباره جوابشون میده انما مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعد میفرماید چه؟ میگن در مهد سخن گفته و یحتجون انه ثالث ثلاثه بقول الله تعالى. دقت کنید هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. متشابهات گفتن چرا خدا در قرآن میگه فعلنا؟ میگفتن در قرآن شما هم عقیده ما ثابت شد، خدا میگه فعلنا، امرنا، خلقنا، قضينا، جمع هست دیگه. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت أمرت قضيت خلقت لكنه هو وعيسى ابن مريم. بل میگن جمع هست، ثالث ثلاثة. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى 80 آية منها. در باره اینها 80 و چند آیه ابتدای سوره آل عمران نازل شد. فقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تنزيه نفسه شو يكون يكيز الله وتوحيده إياه بالخلق والأمر لا شريك له فيه، وردا عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم لتعرفهم بذلك ضلالتهم، يعني لتعرفهم بذلك ضلالتهم. فقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره الحي الذي لا يموت وقد مات عيسى وصلب في قولهم. يعني شما بر اعتقاد خود شما عیسی به صلیب کشیده شد، حالا در اعتقاد ما که نمرده، میمیرد بعدا. اعتقاد جمهور اهل سنت بر اساس احادیثی که رفعه الله الیه. خب در اعتقاد خود شما مرده، خدا حی هست نمیمیرد. القیوم، دقت کن، شاهد ما این است. القیوم القائم على مكانه من سلطانه في خلقه لا يزول، وقد زال عيسى في قولهم عن مكانه الذي كان به وذهب عنه إلى غيره. دقت کن، امام اهل السنة ابن المنذر به چه استناد میکند؟ در نفی الوهیت و ربوبیت از عیسی و فاجعه عظیمی که کسانی میان این مسائل رو نفی میکنند رو بدانید که چگونه تیشه بر ریشه عقاید اهل سنت در برابر دشمنان دین زده می شود. یعنی امامان ما بر اساس این امور آمدن نفی الوهیت رو از غیر خدا کردند. اینجا میگه چی؟ میگه القیوم یعنی القائم على مكانه من سلطانه في خلقه لا يزول، کسی که پابرجاست و لا يزول، حرکت و انتقال و زوال و حتی فناء برج نمیاد. وقد زال عيسى في قولهم عن مكانه الذي كان به وذهب عنه الى غيره. در حالی که عیسی مسیح در قول خود اینها از جایی به جای دیگر منتقل شده و رفته. یعنی چه؟ واضح است. یعنی ابن المنذر امام اهل السنت میگه از یقینیات هست که حرکت و انتقال صفات اله الرب نیست. امام بعدی کالایی که میگه این عقاید متکلمین است، عقاید فلاسفه است. خیر. امام ابو الحسن اشعری که متاسفانه مورد ظلم قرار گرفته. این چیزا رو که ایشان از سلف نقل میکند، کسانی که آگاهی ابو الحسن اشعری از کلام و فلسفه آورده اینا رو، در حالی که اینا کلام اهل سنت است. امام ابو الحسن اشعری متولد 260 هجری متوفی 324 هجری در کتابش رساله الى اهل الثغر که این کتاب برخی میگویند متعلق به شاگرد امام ابو الحسن است، ولی فعلا مشهور این است که کتاب ایشان است. شاگرد امام ابو الحسن ابن مجاهد اسمش است. واجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال. دقت بفرمایید، یک نکته خیلی خیلی اساسی و مهم در کتبی که در دوران ما چاپ شده و کتب السلف هستند، کتاب های آجری و غیره و غیره و غیره، میار میگه اعتقاد اهل سنت دین است که ان الله تعالی یجیء یوم القیامه، ان الله تعالی ينزل الى السماء. اینا لفظ آیات و احادیث است
کسی اینا رو نفی کند کافر میشه. ولی آیا این عالمی که اینا رو نقل کرده و ذکر کرده لزوما به این معنی از معتقد به ظواهری است که ظواهری هستند در مخلوقات هستند، انتقال و حرکت و مکان و اینها؟ العیاذ بالله. شاهد همین چیزایی که الان نقل میکنیم و همین کلام امام که ابوالحسن و از غیره هم همشون این رو گفتند و یک جزوه خاصی هم در این زمین داریم. نفی این ظواهر چه هست؟ میفرماید امام ابوالحسن اشعری خداوند متعال اجماع اهل سنت از برین که خدا میآید در قیامت، یجیء ولی وليس مجيئه حركة ولا زوالا وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. حركة مجيء خدا حركة زوال و انتقال نیست. حركة زوال و انتقال برای کسی است که چیزی است که جسم و جوهر باشه. خدا نه جسم است نه جوهر. فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة. وقتی ثابت است که خدا نه جسم است نه جوهر، مجيء خدا حركة انتقال نيست. ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم يكن جسما ولا جوهرا. مثلا میگی تب برج آمد، مریضی برج آمد، مرادشون این نیست که مریضی از جایی آمد انتقال یافت. حالا یارونه ادنگه مصری نه، در زبان ما میگیم مریضی برج وارد شده، مراد این نیست، مریضی جسمی است و انتقال یافته. بعد میگه چی؟ وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر. این در کتاب رسالة إلى أهل الصغر بباب الأبواب صفحه 128 تا 129. در کتاب دیگرش که دیگه این کتاب هیچ شکی نیست کتاب ایشان، اونم هیچ شکی نیست کتابش است، تازه کتاب ابن مجاهد هم باشه، ابن مجاهد هم از علمای کبیر سلف است، هیچ مشکلی نیست. در این کتابش کتاب استحسان الخوض في علم الكلام صفحه 40 میفرماید فأما الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن. يعني بحث حركة السكون ونفي حركة السكون أصلش در قرآن موجود است. کجا؟ لا أحب الآفلين وغيره. وهما يدلان على التوحيد. این مسألة نفي حركة السكون دلالة بر چه دارد؟ توحيد. وكذلك الاجتماع والافتراق که در جلساتی که در کلام امام تبری آوردیم اجتماع و افتراق، این هم همینطور دلالت بر توحید میکند. قال الله تعالى مخبرا عن خليله. خداوند متعال از خلیلش خبر داده. نگاه کنین عرض کنیم این آیه رو همه علما تا قبل از امام ابن تیمیه بهش استناد کردن بر این مسئله. اگر ابوالحسن اشعری ما آورده کسی نه ابوالحسن اشعری چه بود؟ ما گفتی از تابعین هم آوردیم، از کی هم آوردیم تا الان امام ابوالحسن اشعری میگه مخبرا عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول الكوكب والشمس والقمر وتحريكها من مكان إلى مكان ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك، وأن من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله. درون قصة حضرت إبراهيم دلالة تزبرين كتي كسي كانتقال وحركة إن هذا اشتباشد إله نيست، خدا حركة انتقال الزوال وإنا ندارت. عقیده اهل سنت و جماعت. امام ابو منصور ماتوریدی از ائمه کبار دیگر اهل سنت که مورد ظلم قرار گرفته همچون امام اشعری، ایشان هم در دو کتابش، کتاب التوحیدش صفحه 59 و تفسیرش، در کتاب التوحید امام ماتوریدی متوفی 333 است، در کتاب التوحید صفحه 59 میفرماید فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيء والذهاب والقعود مع ما كان مجيء الاجسام يفهم منه الانتقال. اون مجیئی که برای خداوند متعال آمده و نزول و غیره بایستی بدانی مجیء اجسام ازش چه فهمیده می شود؟ انتقال. ثم مجیء الحقی یفهم منه الظهور. الحق چه هست؟ میگه جاء الحق. الان که ما میگیم و جاء الحق و زهق الباطل. جاء الحق یعنی چه؟ ظاهر شد. یعنی منظور چه هست؟ الان بحث از چی میکنند؟ میگه هر مجیء به نسبت اینکه بحث از چه باشد معناش فرق میکند. مثلا مجيء الحق كقوله قل جاء الحق معناه ظهور ميداد، وعلى ذلك ذهاب الباطل. ذهاب الباطل هم بچه معناه است؟ يعني بطلانه. وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل المجيء والذهاب في المعروف من الأعراض والأجسام
والله يتعالى عن المعنيين جميعا لم يجوز أن يفهم من المضاف إليه ذلك ولا قوة إلا بالله. خداوند متعال منزه از این معانی، چه انتقال باشد چون علیاذ بالله ظهور و اینای باشد که برای حق و چون خدا در هر حال غالب و چیره است. پس نفی میکند خداوند متعال چه انتقال داشته باشد. در کتابش تفسیر ماتوریدی جلد 4 صفحه 135 در همان آیه که بحث ازش کردیم در سوره انعام میفرماید فرأى كوكبا احمر يطلع اون طلوع از اگه بالام يطلع خواندم طلع يطلع زیاد يطلع عند غروب الشمس. هنگام غروب شمس چه وقتی شمس غروب میکند ستاره ها پیدا میشن. میگه ستاره سرخ رنگی رو دید در هنگام غروب طلوع کرد. فراعاه الى ان افله. این ستاره رو در نظر گرفت تا زمانی که غروب کرد. فاراد اذا من الله قربة. خدا هدایتش داد، خواست فقط به خدا تقرب بجوید، دیگر از آلهه باطل تبری جوید. وعلم ان ربه لا يزول ولا يتغير. دانست که پروردگارش حرکت و انتقال و تغییر درش نیست. ففزع إليه وقال لا أحب الآفلين وكما كذا ذكر في القمر والشمس. واضح؟ اینم کلام امام ماتوریدی. امام ابو جعفر النحاس از ائمه بزرگوار قرون 34 متوفای 334 صاحب کتاب اعراب القرآن که اینجا هم داریم، درباره حدیث انا الدهر دقت کنید. اخی اینا اعتقادات ثوابت اهل سنت بودند که متاسفانه الان یارو به راحتی میان میگه السلف اینطور نگفتند و اینا کلام. حدیثی داریم که خداوند تعالی فرموده چه انا الدهر ها یؤذینی ابن آدم من رو اذیت میکند، میگوید لعنت به دهر میکند زمانه، در حالی که انا الدهر من دهر و دوران هستم که در ادامه میفرماد یعنی اقلب اللیل و النهار، شب و روز با اراده من میچرخند. کسی فوج به این دوران میزند و اینا مثل اینه که به اراده من ایراد گرفته باشه. امام ابو جعفر النحاس میفرماید يجوز النصب، یعنی جایز است بگفته بشه چه انا الدهر. ابن عبدالبر هم در التمهید آورده که جمعی گفته اند با روایت انا الدهر هم نقل شده یا صحیح است. هرچند علما ایراد میگیرن میگن نه غالب روایت انا الدهروست. مشکل در این نیست، مشکل در این است که چرا گفتند انا الدهر هم درست است یا بایستی بگیم انا الدهر. دقت کنید. ابن النحاس میگه یا ابو جعفر النحاس ای يجوز النصب یعنی فی الدهر یعنی ظرفیت داشته باشد. انا الدهر یعنی دهر منصوب باشد ای فی الدهری ظرف شود. خب یعنی چه؟ ای نحاس میگه ای فإن الله باق مقیم ابدا لا یزول. چون خدا باقی است، ثابت است، حرکت و انتقال و تغییر درش حاصل نمیشه. یعنی اینجا برای حفظ اعتقاد مسلمانان گفتن چه علما جمعیشون مثل ابن نحاس و غیره گفته بشه انا الدهر. چرا؟ چون وقتی گفته میشه انا الدهرو العیاذ بالله ممکنه کسی گمان کنه که چی خداوند متغیر و منتقل، در حالی که خدا متغیر و منتقل و حرکت ندارد. این از کتاب اکمال المعلم بفوائد مسلم تألیف قاضی عیاض جلد 7 صفحه 183 نقل کردم. در پاورقی معنای این که گفته با نصب خوانده بشه از چند کتاب نقل کردم براتون. على ان تكون ظرفا يعمل فيه اقلبو، یعنی اینی که میگه انا دهر ظرف باشد یقلبو درش عمل کرده باشد، تا اینکه دهر خبر انا نباشد به اون معنا که خداوند دهر رو به خود معنا کرده باشد. فكأنه قال انا طول او مدة الدهر اقلب الليل والنهار. من هستم که زمان رو میچرخانم و طول بهش میدم و الى آخر. این رو از کتاب المفهم امام قرطبی. وقال بدر الدين العيني در عمدة القاري قوله انا الدهر يروى بالنصب اي انا ثابت في الدهر باق فيه. انا الدهر یعنی من تغییر نمی کنم، من حرکت و انتقال و زوال ندارم. کلام امام ابو الحسن اشعری رو که نقل کردیم از کتاب استحسان الخوضی في علم الكلام صفحه 40 در پاورقی آوردم. قال بمثل قوله الامام الغزالي في رسالته القسطاس المستقيم
في ذكر الميزان الأوسط، فقال الإله ليس بمتغير وكل متغير حادث والأفول هو التغيير. يا التغير يعني إمام غزالي در كتاب قصاص المستقيم قفته تغير وحركة انتقال برای خدا نیست و اون جریان حضرت ابراهیم رو آورده. یک کلام دیگر میخوانیم و این جلسه رو خاتمه میدهیم. امام ابن حبان البستی، امام محدث متوفای 354، در کتاب صحيح ابن حبان جلد 2 صفحه 136 میفرماید وكذلك ينزل يعني الله ينزل بلا آلة ولا تحرك ولا انتقال من مكان إلى مكان. رب العالمين اگر بحث نزول برای شده، نزول برای الله تعالی نه حرکت است، نه انتقال است، نه زوال است، نه غیره. این کلام مزنی را بخوانیم به یک ساعت تقریبا برسیم. قال الإمام أبو محمد أحمد بن عبد الله المغفلي المزني. این مزنی با اون امام مزنی که شاگرد امام شافعی است متفاوت است. ایشان یکی از ائمه کبار از ایشانم، متولد 270، متوفای 356. امام ذهبی درباره ایشان در سیر و اعلام النبلا میفرماید الامام العالم القدوة الحافظ ذو الفنون ابو محمد احمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بشر بن مغفل بن حسان بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مغفل المزني المغفلي الهروي الملقب بالباز الأبيض. قال الحاكم كان إمام أهل خراسان بلا مدافعة. وقال أبو النضر الفامي في تاريخ هرات أبو محمد المغفلي كان إمام عصره بلا مدافعة في أنواع العلوم مع رتبة الوزراء وعلو القدر عند السلطان. يعني كأئمة كبار أهل سنة زيشان. إيشان إمام أبو عبد الله إمام أبو محمد مزني متولد 270 تا 356. امام بيهقي در السنن الكبرى با سند صحيح در رقم 4654 از ایشان نقل میکند. حدیث النزول یعنی چی؟ ایشان فرموده، قال دیگه برمیگرده به کلام ایشان است. حدیث النزولی قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه. حدیث نزول از پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام ثابت است، در کتاب خدا آیاتی هستند تصدیقش میکند. و هو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ولی دقت کن، والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال. نزول مجيء اگه به معنای حرکت و انتقال از حالی به حالی، از مکانی به مکانی باشد، این از خدا نفی شده، از محال است برای الله تعالی. بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل الله تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا. صفات خدا هستند، تشبیه نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم. دقت کن، که میگن بلا تشبیه ولا تعطیل، بعد الان کسانی چطور فهمش کردن؟ نزول دیگه یعنی میاد. نه، اول این نفی میشه به قطع که حرکت و انتقال اون چیزی که ظاهر باطلی است که در اجسام و مخلوقات هست این نیست، اثباتش میکنیم. چه هست؟ اکثر سلف تفویض کردن، گفتن خدا خودش میداند. جمعی تأویل کردن، از خلف هم همینطور تأویل کردن. همونطور که از امام احمد آمد جاء امر ربک جاء قدرته و ثواب. این هم از کلام این عالم بزرگوار. کلام امام جساس و غیره انشاءالله میماند برای جلسات بعدی. امیدوارم این خداوند متعال از ما قبول بفرماید و در این جلسات و این دروس برکت قرار دهد. الله متعال ما رو هدایت بدهد از تعصبات، از اینکه حق و حقیقت برای ما با دلیل واضح روشن میشد، از اینکه تعصب داشته باشیم و نپذیریم، خدا ما رو محفوظ بدارد. از الله تعالی خواهانم قبول بفرماید و برکت درش قرار دهد و توفیق بیش از این نصیب ما گرداند. اللهم آمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.